رئیس جمهوری تاجیکستان روز 21 دکبر در جلسه شورای امنیت دسته‌جمعی سازمان عهدنامه امنیت دسته‌جمعی سخنرانی نموده تاکید کرده است برای دولت‌های اعضای سازمان عهدنامه امنیت دسته‌جمعی و همه عاملای خطرناک آن است که در مناقشه نظامی منطقه بعضی شهروندان کشورهای ما اشتراک می‌نمایند. او ضرور خوانده است که کشورهای عضو سازمان عهدنامه امنیت دسته‌جمعی ساختار مربوط خود را برای همدستی و تبادل اطلاع سفربر نمایند. امامعلی رحمان در حضور پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین، پرزیدنت ارمنستان سرژ سرگسیان، پرزیدنت بلاروسیا الکساندر لوکاشنکو، پرزیدنت قزاقستان نورسولطان نظربایف و پرزیدنت قرغیزستان المازبек اتنبایف تاکید نموده است که تاجیکستان با نظرداشت موقع خود که در صف پیش مقاومت قرار دارد برای مبارزه با این تهدید و خطرها تمام تدبیرها را عملی می‌نماید. رئیس جمهوری تاجیکستان اینچنین به سطح برگزاری مشق‌های نظامی در قلمرو کشورهای سازمان عهدنامه امنیت دسته‌جمعی بهای ارزنده داده تکلیف به میان گذاشته شد که منبع در دایره سازمان برای حالت‌های آماده باشی نگاه داشتن قوه‌های مسلح باید چاره‌اندیشی کرد.